وقتی که دردی توی کلیه‌تون دارید، دکتر براتون آزمایش می‌نویسه و بعدش هم برای اطمینان بیشتر میگه سونو انجام بدید. چرا؟ تا ببینید چه مشکل توی کلیه‌تون وجود داره و وقتی که مطمئن شد براتون داروی مناسب تجویز میکنه. درسته؟ خب ما هم باید اول ببینیم توی ناخودآگاهمون چه باورها و عقایدی هست که زندگی الان ما رو تشکیل داده. چون همونطور که توی اپیزودهای قبل گفتم، زندگی الان ما حاصل باورهایی هست انقدر تکرار شده که تبدیل به عادت شده و باعث شده که این زندگی الانمون رو داشته باشیم. پس اگه این زندگی رو نمیخوای، باید باورهاتو عوض کنی. یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای تغییر زمین ناخودآگاه شناسایی و نوشتن باورهای محدود کننده و بعد هم جایگزین کردن اونها با باورهای سازنده است. ضمیر ناخودآگاه مثل یک هارد دیسکیه که برنامه‌های قدیمی روی اون نصب شده و ما با این کار در واقع داریم اون نرم افزارش رو به روز رسانی میکنیم. تصور کنید که یک زمین خشک پر از علف‌های هرز و خشک شده رو بهتون تحویل میدن و بهتون میگن داخل این زمین کشاورزی کنید و گندم بکارید. خب اولین کاری که شما انجام میدین چیه؟ بعد از اینکه کل اون زمین رو نگاه میکنید و تشخیص میدید که این زمین باید حتما شخم بشه، باید علف‌های هرز چیده بشه و خاک اون زمین آماده کشت بذر جدید بشه. درسته؟ از اولین کار اینه که ما اون زمین رو آماده میکنیم و بعد شروع میکنیم به آبیاری کردن اون زمین، حالا یا کود دادن بهش و بعد هم کاشتن اون بذری که میخوایم. خب ضمیر ناخودآگاه ما هم دقیقاً به همین صورت هست. وقتی که بخوام یک باور جدید رو توش بکاریم، باید اول ببینیم چه عقایدی درش هست. از بچگی باورهایی که از اطرافیان، مدرسه، تلویزیون و جامعه گرفتیم رو بدون اینکه بدونیم اصلا درسته یا نه به ضمیر ناخودآگاهمون منتقل کردیم و الان هم دقیقاً داریم طبق همونها رفتار میکنیم. پس باید بدونیم که اگه واقعاً قصد داریم که زندگیمون رو عوض کنیم، باید یه بارم که شده ببینیم توی ناخودآگاهمون چه عقایدی هست، چه باورهای منفی و محدود کننده وجود داره که مثل یک ترمز جلوی حرکت ما رو میگیره. مثلا کسی که از بچگی توی خانواده فقیر متولد شده و هر روز پدرش رو که از سر کار می اومده خسته و داغون می دیده. پدری که از صبح تا شب کارگری می کرده توی گرما، توی سرما، توی بارون با لباسهای کثیف و پاره پوره برای فقط یه لقمه نون و زندگی خیلی سختی داشتن. این بچه آرزوهای بزرگی داشته، اما وقتی میبینه که اینقدر پول در آوردن سخته، این باور در ذهنش شکل میگیره که بله، بابام راست میگه، پول سخت به دست میاد. یا تصور کنید پسری رو که توی خانواده ثروتمند به دنیا میاد و از همون روز اول در رفاه و آسایش تمام داره زندگی میکنه و میبینه که پدرش همیشه خوشحاله با لباسای تمیز، مرتب و مادرش همیشه آراسته و خوشحال و در آرامش هستن. پس این بچه این ذهنیت و این باور رو میگیره و میبینه که بله، من هم میتونم مثل پدرم یک فرد ثروتمند باشم و بله، پول چقدر راحت به دست میاد، چقدر این زندگی خوبه و منم میتونم مثل پدرم یک روز ثروتمند باشم. خب الان ما چطور میتونیم باورهامون رو عوض کنیم؟ باورهایی که مثل یک ترمز مانع رشد و پیشرفت ما میشه. اولین قدم اینه که یک کاغذ بیارید، از وسط به دو نصف تقسیمش کنید و در سمت راست تمام ترس‌ها و باورهای محدود کننده‌تون رو بنویسید. مثلا پول در آوردن خیلی سخته که باور مثبت جایگزینش اینه: پول و فراوانی به راحتی وارد زندگی من میشه. یا به جای اینکه بگی من به اندازه کافی خوب نیستم، بگی من ارزشمندم و خودم رو همونطور که هستم دوست دارم. یا من هیچ وقت شانس نمیارم. باور جایگزینش اینه که اتفاقات عالی و فرصت‌های خوب مدام به سمتم میاد. و شما نگاه کنید هر جمله‌ای که به دلتون میشینه رو انتخاب کنید و برای خودتون بنویسید. وقتی که تمام باورهای محدود کننده‌تون رو نوشتین و باورهای جایگزین رو هم جلوش نوشتین، الان وقتشه که صفحه رو از وسط ببرید و تمام باورهای محدود کننده‌تون رو یا بندازید آشغالی یا آتیشش بزنید. این
این حرکت یک حرکت نمادین هست به ضمیر ناخودآگاهتون که دیگه وقت اون باورهای محدود کننده به اتمام رسید و الان که ضمیر ناخودآگاهتون کاملا آماده کاشت بذر جدید شده، شما میایین تمام اون باورهای جایگزین و مثبت را که برای خودتون نوشته بودین در اون زمین میکارید و در زمان طلایی، یعنی صبحها قبل از بیدار شدن، قبل از اینکه از تختتون بیاین بیرون، همین که در واقع چشماتون رو باز میکنید اون کاغذ رو میارید میخونید و با احساس خوب در واقع مرورش میکنید و همینطور شبها قبل از اینکه خواب برید در واقع اون برگه رو میارید مرورش میکنید و با احساس خوب میخوابید. و چرا صبح و شب گفتیم قبل از بیداری و قبل از خواب؟ به خاطر اینکه در این زمان که بهش بازه طلایی هم میگن، ذهن ناخودآگاه در حالت آلفا هست و مثل اسفنج اطلاعات رو جذب میکنه. حتما به این نکته توجه کنید که باید با احساس اون کلمات و جملات رو بخونید، یعنی با حس داشتن اون باور. یعنی وقتی که میگید من ارزشمندم، دقیقاً احساس غرور و دوست داشتن خودتون رو لمس کنید. و در آخر همونطور که این عادت‌ها در ما یک شبه به وجود نیومدن، پس یک شبه هم از بین نخواهند رفت. پس ما باید به صورت مدام تکرار کنیم این باورهای محدود کننده رو که بعضی ها 21 روز رو میگن بهترین زمان هست، ولی برای اطمینان بیشتر 40 روز بهترین بازه زمانی هست که یک باور مثبت رو بتونیم جایگزین یک باور محدود کننده و منفی کنیم. ممنونم که نظرات با ارزشتون رو توی کامنت ها برام می‌نویسید.